واقعا فکر میکنی رسیدن به 1000 تا سابسکرایبر کار سختیه؟ به نظر من نه، اونقدر سخت نیست که اگه این نکاتی رو که میگم رعایت کنی. خب آخر ویدیو هم براتون چند نکات خطرناک مهم میگم. ادامه ویدیو همراه ما باشید. سلام، به کانال از صفر تا یوتیوب خوش آمدید. امروز میخوام براتون توضیح بدم که چجوری در عرض چند هفته به اون 1000 سابسکرایبر مد نظرمون برسیم. اون نکات که براتون گفتم شامل این موضوعه. اول، انتخاب موضوع خوب و مناسب برای ویدیوهاته. همیشه توی بحث تولید محتوا میگن محتوا پادشاهه. نه نیست، اینجا من میگم موضوع پادشاهه. شما باید موضوع مناسبی داشته باشی که افراد زیاد دنبال اون موضوع باشه، که الگوریتم یوتیوب ویدیو شما رو بفرسته روی اون پیج کل آدمی که اصلا شما رو نمیشناسه، که این شانس برای شما فراهم میکنه که اون افراد روی ویدیو شما کلیک کنن و ویدیو شما رو تماشا کنن. قدم دوم، شما باید درست کردن تامنیل خوب و نوشتن تیتر مناسب باشید. اگه این دوتا کار رو درست انجام بدین، آدم حالا شما رو روی هوم پیج دیده و حالا روی اون همه گزینه‌ای که وجود داره میاد روی ویدیو شما کلیک میکنه. اینجا چی کار میتونیم انجام بدیم؟ میرم براتون تامنیل رو توضیح بدم. اینجا شما باید تامنیل رو انتخاب کنید که ساده باشه ولی بر مفهوم. یک مثال ساده و واضح براتون میدم که شما اگه کانال های انگلیسی میلیونی رو نگاه کنید، تامنیل مفهومی و خوبی دارن، چندان چیزی پیچیده هم توشون نیست، ولی شما جذب خودشون میکنه. و حالامون تیترش، شما باید یه تیتری مناسب روی ویدیوتون بنویسید که بیننده را جذب خودش کنه. اگه نمیدونید چی تیتری بنویسید روی ویدیویتان، میتونید از اپ چت جی پی تی استفاده کنید. اونجا میرید عنوان ویدیوتان رو براش میگید، اونم براتون یه تیتر مناسب انتخاب میکنید و میتونید روی ویدیوتان تیتر را بنویسید. اگر میخوای که درست کردن تامنیل فقط با اپ انشاءات رو یاد بگیری، فقط کافیه چنل رو سابسکرایب کن تا اون ویدیو رو از دست ندی.